سرخط مهمترین خبرها: حمله به تالاری کراکوس سیتی، 4 شهروند تاجیکستان را به حبس گرفتند. امامعلی رحمان با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرده است و دهها خانواده را به جایهای بیخوف می‌کوچانند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. امروز 25 مارس است و ساعت در دوشنبه 10. برنامه را از آخرین خبرها درباره حمله به تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال شروع می‌کنیم. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو شام 24 مارس 4 شهروند بازداشته تاجیکستان را به تروریسم گمانبر دانست و تا آخر ماه می امسال به حبس گرفت. کمیته تفتیشاتی روسیه همه این 4 نفر دلیرجان میرزویف، سید اکرم رجبالی زاده، فریدون شمس‌الدین و محمد صابر فیضوف را بر راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار می‌داند. دلیرجان میرزویف یا براتویچ در حال به دادگاه آورده شد که بی‌حال و سردرگم نمودار شده، در سر و رویش آثار لطوکوب داشت و در گردنش باقی مانده پاکت سلوفانی آویزان بود. وی به گفته دفتر مطبوعاتی دادگاه عیبنامه را قبول کرد و خود را گناهکار دانست. مارگاریتا سیمانیان، مدیر شبکه تلویزیونی راشا تودی و یک از مبلغان حکومتی روسیه، دلیرجان میرزویف را رهبری حمله‌وران نامید، ولی این اطلاع رسما تصدیق نشده است. شهروند دیگری تاجیکستان سید اکرم رجبالی زاده 30 ساله بوده، زن و یک فرزند دارد. او گفته است در یاد ندارد که کی و در کجای روسیه ثبت نام شده است. هنگام بازداشت از یک گوش او را بریدند و طرف راست سرش دوکپچ بود، در رویش آثار ضربالت هست. دفتر مطبوعاتی دادگاه بسمنی مسکو نوشت که او نیز عیبنامه را پذیرفت، از بس که مرافعه پس درهای بسته گذشت جزئیات آن دسترس نیست. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو همچنین گمانبر فریدون شمس‌الدین را نیز تا 22 می امسال به حبس پیشکی گرفت. نوار بازپرسی او که دستانش بسته و در زمین به زانو زده بود، روز 23 مارس در شبکه‌های اجتماعی نشر و پهن شد. وی در آن ویدیو گفته بود که 4 مارس از ترکیه به روسیه رفت و برای اجرای حمله تروریستی از یاردمچی روحانی 500,000 روبل گرفته است. دیرتر کانال های روسی در تلگرام عکس شکنجه شدن او را با برق نشر کردند. او 25 ساله و پدر یک فرزند است. محمد صابر فیضوف را روز 24 مارس با عربچه به تالار به دادگاه آوردند. وی به تن لباس طبی داشت. به گزارش رسانه ها یک روز پیش در شعبه احیا بود و در همانجا بازپرسی شد. گفته می شود هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داده، چشمش سخت آسیب دیده است. با وجود آنکه وکیلان گمانبران خواهان محاکمه باز شدند، دادرسان محاکمه را مخفی اعلان کردند. مقامات روسیه شام 23 مارس خبر داده بودند که به صورت عموم 11 نفر بازداشت شده است. بنا به خبر BBC 2 گمانبر حمله کشته شدند، یکی در خود تالار کنسرتی و دیگری هنگام بازداشت در ولایت بریانسک روسیه. از سرنوشت 5 بازداشت شده دیگر مقامات روسیه خبری ندادند. حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال شام 22 مارس امسال روی داد. مقامات روسیه گفتند که 137 نفر کشته شده، بیش از 180 تن دیگر مجروح هستند. در پی بازداشت 4 شهروند تاجیکستان با اتهام حمله به کراکوس هال سیتی، برخی مهاجران از بد شدن احوالشان در روسیه خبر دادند. در شهر بلاگاویشنسکی ولایت امور شرق دوری روسیه یک قهوه‌خانه که به مهاجران تعلق داشت آتش زده شده است. 3 شهروند تاجیکستان در شهر کالوگا از طرف یک گروه در کوچه لطوکوب شده، یک نفر آنها در بیمارستان بستری گشته است. از چند شهر روسیه شکایت می‌رسد که مهاجران از خدمت تاکسیران‌های تاجیک دست می‌کشند. آنها پس از قبول شدن فرمایش خود طلب می‌کنند که اگر راننده تاجیک یا از تاجیکستان است، سپارش بیکار کرده شود. یک ساکن ناحیه واسه گفت نصف روز 23 مارس 2 برادر و پسرش را در مسکو بازداشت کردند و تاکنون هیچ خبری از سرنوشتشان نیست. این در حالی است که پس از دعوت سفارت تاجیکستان در روسیه اکثر مهاجران از منزل‌های خود بیرون نمی‌روند. کانال تلگرامی باز خبر داد که بعد از واقعه‌های کراکوس سیتی هال در نهادهای امور داخلی روسیه گروه‌های مخصوصی تفتیشاتی علاوگی مهاجران تأسیس یافتند. این دسته‌ها خوابگاه‌های عمومی، شرکت‌ها و مسیرهای گوناگون را هدف تفتیش قرار داده، همراه با کارمندان پلیس را اسناد و هویت مهاجران را می‌سنجند. مهاجران تاجیک احساس این را دارند که آنها هدف اساسی این سنجش‌ها قرار خواهند گرفت. روسیه میزبان هزارها مهاجر از تاجیکستان است.
در همین حال امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با همتای روسش ولادیمیر پوتین تلفنی گپ زده است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان روز 24 مارت امسال خبر داد که امامعلی رحمان در صحبت با ولادیمیر پوتین حمله به مجمع کراکوس سیتی هال را محکوم کرده تاکید کرده است که تروریستان نه ملت دارند و نه وطن و نه اعتقاد. امامعلی رحمان همچنین گفته است که تاجیکستان در مبارزه با تروریسم با روسیه همکاری زیچ می‌کند. به نوشته دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان، رحمان و پوتین گفتند که من بعد همکاری خدمات‌های دو کشور را با هدف عکس‌العمل فوری و مبارزه مشترک علیه این خطرها قوی خواهند کرد. برنامه را با خبرهای دیگر ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان نیت دارد دوام 2 سال آینده 525 خانواده را از منطقه‌های کوهی و به وادی‌ها کوچاند. در تاجیکستان آنها را مهاجران اکولوژی می‌گویند. بر اساس نقشه که رادیوی آزادی روز 25 مارت با آن شناس شد، این خانواده‌ها را تا سال 2026 اساساً از منطقه‌های کوهی و جای‌هایی که برای زندگی خطرناکند به مکان‌های بی‌خطر می‌کوچانند. از جمله ده‌ها خانواده را از ناحیه‌های عینی، کوهستان مسجد و دوشتیج به ناحیه ظفرآباد میبرند. این تجربه سالهاست که در تاجیکستان عمل میکند، اما برخی ساکنانی که کوچانده شدند از نبودن شرایط ضروری در جایهای نوی زندگی شکایت میکنند. برخی ها مجبور میشوند که به جایهای قبلی زندگیشان برگردند. شام امروز 25 مارت جشن اساسی نوروز در شهر دوشنبه برگزار می شود. این جشن قرار بود شام 24 مارت دایر شود، اما به دلیل ماتم اعلان شدن در روسیه یک روز به تأخیر افتاد. برای تجلیل از جشن نوروز فارسی زبانان از دیگر کشورها از جمله ایران به تاجیکستان آمدند. همکاران ما ارشاد سلیمانی و امیر عیسایف با آنها صحبت کرده این گزارش را آماده نمودند. همتباری، هویت فرهنگی، اجرای سرود دوگانه، دیدن زیبایی‌های نوروزی، دلیل‌هایی که برخی فارس‌زبان‌ها می‌گویند آنها را از کشورهای گوناگون به تاجیکستان آورده است. خوشحالم، بی‌نهایت خوشحالم که اومدم اینجا. از آمریکا اومدم ولی اصلا ایرانی و یزدی هستم. نوروز از نیاکان ماست و بزرگترین جشن ملی ما تمام فارسی زبان هاست. فرقی نمیکنه که ایرانی باشه، افغانی باشه، تاجیکی باشه و خوشحالم که اومدم اینجا فقط برای روز نوروز، برای نوروز که این ببینم در تاجیکستان نوروز را چطور جشن میگیرن. شماری از فارس زبان‌ها دلیلی به تاجیکستان آمدنشان را این می‌دانند که در ایران و افغانستان نظام‌های مذهبی سر کارند و تجلیل شایسته از نوروز نمی‌کنند. ما پارسی زبانانی که خارج از یا در ایران نیستیم، در جمهوری اسلامی نیستیم، در افغانستان نیستیم و در اروپا و آمریکا و استرالیا و جای دیگه هستیم، خب نوروز که میشه دلمون تنگ میشه. دوست داریم با هم صحبت‌ها و هم میهن‌های خودمون باشیم. شوربختانه نمیتونیم ماها به جمهوری اسلامی سفر کنیم چون اونجا اختناق هست. این آخوندا یک محیط ایجاد کردن که نوروز رو زهر میکنه با آدم، یعنی واقعا نمیتونیم اون لذتی که میخوایم ببریم. برخی از میهمانان فارس زبان حضور زنان را یکی از ویژگی‌های نوروز در تاجیکستان عنوان میکنند. نقش زنان وقتی مقایسه میکنید با مثلا افغانستان یا ایران، نقش زنان اینجا فوق‌العاده بهتره. اینو باید فراموش نکنیم. هم در کارهایی که انجام میشه زنها خیلی نقش دارند و هم در حضورشون یعنی ببینید که واقعا برای من جالب بود که اکثریت حاضرین هم تو باغ غلبه و هم تو پارک ارم بانوان بودند. اون هم با لباس‌های شیک، با لباس‌های رنگی و خودشون با انواع و اقسام میکاپ و خیلی برای من جالب بود واقعا که این چیزو ببینم. اجرای آهنگ و سرودهای دوگانه با آوازخوان‌های تاجیک سبب شده است که آوازخوان‌های معروف فارس زبان نیز به نوروز تاجیکستان بیایند. به طور توفه‌گویا به تمام مردم عزیزمان به اصطلاح تقدیم است که آهنگ دوگانه ما و خانم زلیخا است که البته آهنگ از قدیمی ترین آهنگ‌های سمت پنجشیر است که خواننده اصلی ازی مرحوم نبی الله پنجشیری است، ولی یک قسمت آهنگ ما خودمون دزدیم جور کردیم که البته شیر ازی از سهیل سامونی است. محمد رضا شبانکاره گرداننده چند صفحه مجازی فارس زبانان در شبکه‌های اجتماعی
رنگامیزی های نوروزی را در تاجیکستان یک ویژگی آن می‌داند. در چاره‌بینی های مختلف من می‌بینم این اطلس و چکن و لباس های سنتی تاجیکی، این طاقی های زیبا، دقت بفرمایید، انسان رو به شوق میاره. این مورد رو مثلا ما در ایران دیگه متاسفانه نداریم. نه فقط نوروز، تاجیکستان عزیز الان مهرگان رو داره ساپورت میکنه، حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز الان جشن صدر رو داره حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز تیرگان رو داره حمایت میکنه. چهارشنبه سوری رو من خوشبختانه الان شنیدم که برنامه هست که برگزار بشه. شهروندان ایران که به دوشنبه آمدند میگویند در شهر و خیابان‌های تاجیکستان نوروز شادتر است. توی خونه ها خیلی مشترکه ولی خب توی شهر اینجا خیلی شادتره، همه چیز شبیه قدیم ایرانه. نزدیک به 15 کشور در دنیا نوروز را به طور رسمی و غیر رسمی جشن میگیرند، اما از میان 3 کشور فارزبان تاجیکستان، ایران و افغانستان تنها در تاجیکستان نظام سیاسی مذهبی نیست. به گفته صاحب نظران همین دلیل بیشتری فارزبان ها را به دوشنبه کشانده است. ارشاد سلیمانی، امیر سایف، دوشنبه، تاجیکستان. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 مارس را فرا میگیرد. 25 март бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид рӯзи ёдоварӣ аз қурбониёни ғуломдорӣ аст, ки давоми қарнҳои зиёд дар нуқоти мухталифи сайёра чун низоми оддии зиндагӣ вуҷуд дошт. миллионҳо занону мардон ва кӯдакон дар саросари сайёра ба ҳайси инсони беҳаққу ҳуқуқ хариду фурӯш ва истисмор шудаанд. коршиносон мегӯянд дар асри 21 ҳам бо афзоиши ҷараёнҳои муҳоҷирати корӣ гоҳе шаклҳои нави ғуломиву ғуломдорӣ ба мисли худсарона маҳрум кардани инсон аз озодӣ, корфармоӣ, напардохтани ҳақ ва истисмори кориву ҷинсӣ ҳам ошкор мешавад. 25 марти соли 2009 президенти Тоҷикистон қонуни наверо дар бораи озодии виҷдон ва созмонҳои динӣ имзо кард, ки баҳсбарангез шуд. қонун иҷозаи намозхониро дар масҷиду хона иҷоза дода, масалан дар беморхонаву зиндонҳо танҳо бо иҷозатнома мумкин донист. таъсиси масҷидҳои ҷомеъ ҳам танҳо дар маҳалҳои бо 10 то 20 ҳазор аҳолӣ иҷоза шуд. мақомот гуфтанд қонун барои танзими фаъолиятҳои динӣ зарур буд. мунаққидон онро чун маҳдудкунандаи озодиҳо интиқод карданд. 25 марти соли 1949 шоираи тоҷик Норинисо таваллуд шудааст, ки 69 сол умр дид. аввалин шеърҳояш бо кӯмаки Раҳим Ҷалил чоп шуда муаллифи даҳҳо маҷмуаҳои шеър аст. Норинисоро муаллифи шеъри самимиву ҳадафрас меноманд, ки дар мавзӯъҳои модару ватан ва инсону зиндагӣ навиштааст. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 118 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1094 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان.